دوستان واقعا احساس میکنم اگر چیزی نگم خیلی اصلا همه چیز واضحه ها گویا از زیبایی ها قشنگی ها دوباره همون اتفاقی که نزدیک پل افتاده بود، سنگ بود بین مسیر و آب بین سنگ فضای زیبایی ایجاد کرده بود، دوباره همون تکرار شد. اینجایی که میبینید آب میاد پشت سنگ، فضای قشنگی ایجاد میکنه. من به خاطر احتیاط برای لاستیکای دوچرخه تو خاکی سعی میکنم تردد نداشته باشم، چون ممکن دوچرخه پنچر بشه. ولی فضای آب هستن خودتون میتونید مشاهده کنید چقدر قشنگ، چقدر زیبا، چقدر این زنده رو خوبه. زاینده رودی که واقعا بی نظیره. دوستان این جنگی میبینید فضای اون طرف آب هستش که دیگه با ماشین اومدن توقف کردن و از فضا دارن لذت میبرن. واو چقدر این زن قشنگه. خب دوستای گلم ما به آخر مسیر رسیدیم و از اینجا به بعد دیگه مسیری وجود نداره. آب اصفهان همینجوری که میبینید از این سمت میاد، از اینجا که اومد میره و از این سمت وارد شهر زیبای اصفهان میشه. ویدیوی ما امروز برای دیدن جاده سلامت پارک جنگلی ناژوان از سمت ورودی پل وحید، جایی که ماشین رو نبود و در بین راه مسیر دسترسی محلی بود، بعد به جاده سلامت رسیدیم، ایستگاه ورزش رسیدیم و باغ پرندگان و در ادامه اومدیم ما تمام پل ها را براتون ویدیو گرفتم. اون مسیر به اتمام رسید. امیدوارم لحظه های بسیار بسیار خوبی داشته باشید. به خدای مهربون میسپارمتون. خدا یار و نگهدار. اصفهان میبینمتون. خدا حافظ.